سلام بچه ها، خوش اومدید به چنل یوتیوب من توی این چنل دوست دارم که از تمرینات یوگایی که انجام میدم و این مسیری که توش قرار گرفتم باهاتون حرف بزنم. امروز این ویدیو آموزش فینیشینگ سیکونس یا کلوزینگ پاستچرز، حرکات پایانی آشتانگا یوگا هستش. فرقی نمیکنه که دارین در چه سطحی تمرین میکنین یا اینکه چقدر دارید طول تمرینتون طولانی هستش یا اینکه کجای این مسیر هستید. حتی اگه سبک دیگه از یوگا رو کار میکنید ولی دوست دارید یاد بگیرید که برای حرکات پایانی نیاز هستش که چه حرکاتی رو انجام بدید، خب این ویدیو برای شماست. من الان تمرینم رو انجام دادم، پرایمری سیریز تمرین کردم امروز و میخوام برم برای فینیشینگ. وقتی که تمرین تموم میشه شما باید 3 تا بک بند انجام بدین. اگه میتونید پل کامل، اگه نه ساده شده یه پل که در واقع این حرکت هستش. 5 نفس میمونید و بین هر 5 نفس میایید پایین، کاملا گودی کمر رو فشار میدید و دوباره دم لگن رو هل میدید بالا و 3 بار این رو تکرار میکنید. اگه نه اوردوادانوراسانای کامل میرید 3 بار و بعدش حتی میتونید دراپ بک ها رو انجام بدید. بعدش رو زمین دراز بکشید، پاها رو جمع کنید تو شکم، میتونید زانوها رو دور کنید، گودی کمر رو فشار بدین تو زمین یا زانوها رو نزدیک کنید به راست و چپ، بدن رو حرکت بدین، کمر استراحت بکنه. خب اینجا بعدش میخوایم بریم تو حرکت شولدر استند یا ساروانگاسانا. دلیل اینکه این ویدیو رو ساختم این هستش که حرکات پایانی اهمیت زیادی دارن. تو طول تمرین شما دارید بدن رو به چالش میکشید، نقاط مختلف توی بدن کار کرده، گردش خون بالاست و حتی ممکن هستش که ذهن شما توی حالتی قرار گرفته باشه که توی یه حالت جنگ باشه و شما میخواین رو آروم کنید، میخواین بدنتون، ذهنتون و حتی احساساتتون رو آماده زندگی بعد از تمرین بکنید. نیاز دارین که با این حرکت ها اولا که بدن رو سرد بکنیم، یکم جریان خون که توی پاها زیاد شده رو برگردونیم به سر، بدن یه حالت ریلکسی پیدا بکنه و حرکاتی که حرکات پایانی هستن مثل شولدر استند، اوردوا پادماسانا، ماتسیاسانا و شیرشاسانا هد استند، اینها همگی خیلی حرکات عمیق و اثرگذاری روی بدن، روی ستون مهره ها هستن و از اهمیت بالایی برخوردارن که حتما اونا رو انجام بدین و اسکیپشون نکنید به هیچ عنوان. سعی کنید حداقل 8 نفس توی هر حرکت بمونید. توی ساروانگاسانا بهتره که از 10 نفس تا 15 تا 20 نفس بمونید، هرچی بیشتر بمونید بهتر. و توی هد استند برای اینکه به خودتون به چالش بکشین و بتونید توی این حرکات اینورژن قوی تر بشید میتونید تا 25 نفس حتما توصیه میکنم که حداقل بمونید تا بدنتون قوی تر بشه و بعدش برای تمرینات مدیتیشن و پرانایاما آماده بشیم. اهمیتی که پرانایاما داره و مدیتیشن داره خیلی بالا هست. آسانا و تمرین فیزیکی تمرینی هستش که ما رو داره آماده نشستن توی پاسچر لوتوس میکنه تا بتونیم مدیتیشن کنیم، تا بتونیم از یه سری آگاهی ها برخوردار بشیم، آگاهی که تو بدنمون هست و بیاریم و عمیق ترش کنیم، قشنگ بشینه توی ما. خب میریم برای حرکت ها و ازتون میخوام که حتما این حرکت ها رو بعد از تمرین فیزیکی که داشتید انجام بدید. میتونه این تمرین فقط 10 تا سلام بر خورشید باشه و بعدش با من همراه بشین، دراز بکشید روی مت،
پاها رو دراز میکنیم، با دم کامل پاها رو فلکس توی 90 درجه قرار میدیم. کسایی که خیلی تمرین مداوم نداشتن، مبتدی هستن، توی این پاسچر به مدت 10 تا 20 نفس میمونن. اگر مشکل گردن دارید، اگر مشکل سرشونه دارید، به هیچ عنوان حرکت بعدی رو انجام نمیدین. پس کسایی میتونن اینا رو انجام بدن که آسیب جدی توی گردن ندارن و همینطور برای هد استند مهمه که تمرینتون تا یه مقداری پیشرفته باشه که بتونید انجام بدید. با دم کمر رو بلند میکنم، دست ها میاد پشت کمرم، آرنج ها رو تا جایی که میتونم به هم نزدیک میکنم. شکم اکتیوه، نگاه نوک بینی، گردن رو اصلا تکون نمیدم و نفس میکشم. و سعی کنید که بتونید لگن و کور رو محکم اکتیو باشه، پاها صاف و پوینت. هالاسانا، روی پاها از پشت میاد رو زمین، شست پاها نزدیک هم، انگشت ها رو قلاب میکنیم، 8 نفس میمونیم. زانوها خم میشه و کنار گوش قرار میگیره و گوش رو فشار میده. هنوز پاهامون کنار هم هست، شست پاها. با دم پاها برمیگرده بالا صاف، پای راست خم میشه توی لوتوس. اگه تا حالا لوتوس نشستید اینو نمیرید. پا وقتی اومد تو لوتوس، با دستم زیر زانو رو فشار میدم، باید اینجا بالانستون رو پیدا کنید، خیلی مهمه. پینداسانا، میخوام پاهامو بغل کنم، دست ها هم دیگر رو میگیرن. مهره به مهره آروم برمیگردم پایین. بچه‌هایی که پیش رفتن اینو انجام میدن، بعدش ساده تر شدهش رو میگم. پاها میاد رو زمین، زانوها رو میکشیم به سمت زمین، آرنجا رو فشار میدیم، تاج سر میاد رو زمین. با دستم پاهامو میگیرم، آرنج ها صاف، 8 نفس میمونم. حرکت ماهی، مهمه که اینو بریم بعد شولدر استن. اوتانا پاداسانا، دست و پاها رو میکشیم به سمت جلو، کور اکتیو و بعد دراز میکشم روی زمین. کسایی که پای لوتوس رو مشکل داشتن و نرفتن، وقتی برمیگردن پایین با پای صاف، آرنج ها ساید رو فشار میدن، تاج سر رو زمین اینجا میمونن یا دستشون صاف میکنن، فرق نمیکنه، یا هنوز میتونن توی ساید باشن ولی سر رو زمین نذارن. توی این حرکت خیلی روی چاکرای گلومون داره کار میشه و حواستون باشه که تنفس از دهان نباشه و از بینی باشه. دم و بازدم. 8 نفس میمونیم. 8 نفس. 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 8 نفس.
بعد از این حتما سعی کنید 1 تا 2 دقیقه روی زمین دراز بکشید، از طریق این حرکت داشته روتون رو یکم بذارید بدن آروم بشه، مشاهده کنید و بعد از این چاکراسانا، پاها میاد بالا با هم دیگه، دست کنار گوش، پاها رو هل میدم عقب، چاتورانگا، دم، سگ سر بالا، بازدم، سگ سر پایین. آماده هدستن میشم. هدستن حرکتی که خیلی محبوبه برای اکثر کسایی که میخوان تمرین یوگا کنن، دوست دارن هدستن رو حتما انجام بدن. یه تمرینی که باعث میشه که شما سرشونه هاتون، کورتون قوی تر بشه و بتون این حرکت رو انجام بدین اینه که با فاصله آرنج ها اندازه 1 ساعد دست آرنج ها رو میذاریم زمین، دست رو قلاب میکنیم این شکلی، دست این شکلی نیستش، اینجوری میذاریم و بعد از اینجا زانوها رو بلند میکنیم، راه میام جلو بدون اینکه سرم بخوره به زمین، میمونم اینجا. و بعد زانوها رو زمین، حرکت سجده، چایلد پوز، میمونم. سرم رو بالا نمیارم بعد از هدستن، پیشونی روی زمین. کسایی که میتونن بعدش میریم توی هدستند. خب اونایی که دوست دارن هدستند یاد بگیرن، پیشنهاد میکنم که هدفتون هدستند نباشه، سعی کنین تمرینتون رو مداوم انجام بدین، تمرین یوگایی که انجام میدین رو بهتر آشتانگا تمرین کنید، چه بهتر، ولی یه مدت انجام بدین، اصلا فورس نکنید بدن رو توی هدستند. توی هدستند چالش های زیادی داره. یکی از چالش های این حرکت اینه که نترسی شما، پس پیشنهاد میکنیم که کنار دیوار انجام ندید، چون که بدن شرطی میشه و خودش نمیتونه بالانسش رو پیدا کنه. مهم نیست حتی اگه بخوری زمین، باید انقدر تمرین بکنید تا توی بدنت در واقع آمادگی شکل بگیره. من چیزی که پیشنهاد میکنم بهتون اینه که این تمرین رو انجام بدید و بعد اثرش رو ببینید. به مرور اگه اینو انجام بدین میتونید هدستند بزنید. پس دیوار رو فراموش میکنیم، میام توی حالت هدستند قرار میگیرم، تاج سرم میذارم روی زمین، زانوها بلند میشه، میام جلو تا جایی که میتونم، یه پامو میارم بالا، پوینت میکنم، اینو نگه میدارم. هر وقت که حس کردم پام داره سبک میشه، پایی که رو زمینه، میارمش بالا. این تمرین رو انجام میدید. میتونین از یکی بخواین که وایسه و شما رو حواسش باشه که نیفتید از اون ور و این تمرین رو چند بار انجام بدین. به مرور باعث میشه که پیشرفت رو احساس بکنید تو بدنتون. اگه این براتون راحت بود، پرس میکنید و پا میره بالا. میخوایم 25 نفس بمونیم. آرنجا رو فشار میدیم، زیر بغل فعال میشه، بازوها فعاله، جایگاه درست لگن رو باید پیدا کنید، پا رو سبک کنید، سبک سبک بمونید.
پا میتونه هم پوینت باشه هم فلکس. بعد از 25 نفس هاف بند، دستا رو فشار میدیم رو زمین، چاتورانگا دم، سرگ سر، بازدم، سرگ سر پایین، jump through and sit، پاها رو توی لوتوس یا نیمه لوتوس، یک پا روی اون یکی رونه پا، اون یکی زیر، یا هر جور که راحتی میتونید چارزانو یا اینکه زیرتون یک بالش بذارید و بشین. بچه‌هایی که شولدر سطح دستن انجام ندادن از اینجا همراه بشید، راحت بشین توی هر پاسچه‌ای که راحتی میخوایم. ادامه تمرین رو بریم. حرکت نشسته هستش. دست ها رو میذاریم پشتمون روی مت، سینه رو هل میدم جلو، سر میفته عقب. آرنج ها همون میگیرن از پشت، اگه سر به زمین میرسد جلو، اگه نه دست ها رو میارم جلو و میمونم اینجا. به جلو خم میشیم، میتونیم یا حالا پاها رو جا به جا میکنیم. این دفعه پای اگر راست بالا بود حالا پای چپ میاد و پای راست بعد از اون. این دوتا حرکت رو تکرار میکنیم، یعنی اول دست تا عقب، و بعدش بادا پادماسانا، یوگا مودرا، دستا سر زانوها، پشت صاف، دوتا انگشت روی هم دیگه. 10 نفس اوجای برث میمونم. و حرکت آخر اوتپروتی، lifting up، و بعد کسایی که نمیتونستن لوتوس بشینن میتونن فقط خودشون رو لیفت بکنن
که همراه کلاس باشن میتونن انجام ندن. بعد از این چاتورانگا، سنگ سر پایین، بعدش میشینم روی مت و بعد دراز میکشم به پشت. شاواسانا، حداقل 5 دقیقه دراز میکشم. بدن بی حرکت، کف دستا به سمت سقف، چشم‌ها بسته.